با درودی دیگر باره به بینندگان عزیز رادیو زودی و به همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا دارن، چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ ما با شما در علاقه میبرایم و برای شما در برای سرخط خبرهای تازه تاجیکستان و جهان معلومات میدهیم و بعداً بازم بعد از 3 ساعت دیگر با شما و میخوریم در برنامه خبری رادیو زودی که همینطور در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو زودی در یوتیوب پخش می شود. پخش مستقیم است و امیدوارم که چون هر روز ما رو حالا و بعدا در برنامه خبری نیز همراهی خواهید کرد، چون خبرهای زیاد داریم، خبرهای مهم هستند و فکر میکنم دانستن تفصیلات آنها برای شما نیز جالب و از منفعت خالی نخواهد بود. علاقه دست نورس است و یا چرا سیمکارت‌های شرکت تیسل کار نمی‌کنند. تقریبا یک شبانه روز مشتریان تیسل در خلای مخابراتی قرار دارند، زیرا هیچ کجا زنگ زدن نمی‌توانند و از استفاده اینترنت نیز بی‌نصیبند. صدها نفر تلاش دارند از مسئولین این شرکت پاسخ بگیرند که علاقه برای چی نیست و کی برقرار می‌شود. از جمله به هنگام پخش مستقیم نوید بامدادی هم امروز بیشتر شما بینندگان عزیز همین سوال را از ما کردید که چرا چنین وضعیت پیش آمده است. هرچند این وضعیت رو با مشکل فنی ربط میدهند، اما مشتریان میگویند چنین پاسخ آنها را قانع نمیکند. اگرچه شماره دقیق کاربران تیسل همین حالا روی دست نیست، ولی باید گفت که در دو ولایت تاجیکستان، مختار کوهستان بدخشان و سوغد، ساکنان اساساً از سیمکارت‌های همین شرکت استفاده میبرند. تو برنامه خبری و با به دست آمدن تفصیلات بیشتر این موضوع ما درباره این برای شما معلوماتی بیشتر خواهیم داد. حکم ابد گرفت اما گفت از کرده‌اش پشیمان نیست. دادگاه عالی تاجیکستان امروز حکم خود را در نسبت عاملان حمله به جوانگردان خارجی در دنغره را اعلان نمود. در مجموع 15 نفر به مهلت‌های طولانی زندان حکم شدند. سخت‌ترین مجازات در نصیب حسین عبدالصمدов سرکرده گروه حمله‌وران شد که از مابین 5 نفر زنده دستگیر گردید. دادگاه عالی تاجیکستان طور شما هم معلومات دارید بررسی پرونده حسین عبدالصمدов و 14 نفر دیگر روز 21 اکتبر امسال در بینای بازداشتگاه دوشنبه یا سیزو شروع کرده بود. در برنامه امروز خواهیم دید که باقی مانده متهمان چی حکم گرفتند و پیوندان آنها در این رابطه چی میگویند. به فرق از حسین عبدالصمدov که تا به آخر حمله را کاری درست نام برد، حفیظالله ناصرov یکی از بنیادگذاران حرکت در ازبکستان ممنوع حزب التحریر بعد 20 سال زندان توبه کرده است که به این حرکت اعضا شده بود. او از داخل محبس اعلان نمود که عضویت حزب التحریر را دیگر نمیپذیرد و از آن خارج می شود. در نوار ویدیویی که دسترسی بخش ازبکی رادیو زودی شد، حفیظالله ناصرov میگوید به چنین خلاصه بعد ملاحظه‌رانی طولانی و اصلاحات زیاد در ساختار این حزب آمده است. در این نوار او خود را به آن گناهکار میداند که نسبت تقدیر مردم زیاد بی‌مسئولیتی کرده است. حفیظالله ناصرov از سال 1997 تا 1999 امیر بخش ازبکستانی حزب التحریر محسوب میشد و ماه فوریه سال 1999 بعد سلسله ترکش‌ها در تاشکند بازداشت گردید. 9 مارس سال 2000 او را به 20 سال زندان محکوم کردند. گفته می شود یکی از هدفهای حرکت اسلامی حزب تحریر بنیاد خلافت یگانه در آسیای مرکزی است. چرا همگی تا چند ماه ماندن برای برآمدن به آزادی زمان امیر این حرکت اظهار پشیمانی کرده است که عضو آن بوده است؟ در این باره صحبت مفصل خواهیم داشت. ساکنان محله در یکی از نویه‌های تابع مرکز هر روز خود را با بوی غلیظ اخلاط و دیدن این منظره خیره کننده شروع می‌کنند. شبکه ویران آب و کره زندگی آنها را تلخ کرده است و هیچ نهادی به دادشان نمی‌رسد. همراه با شما در برنامه خبری به شکایت آنها گوش می‌دهیم. و در شهر خوجند ساختمان ته‌کرسی پایه‌های نخستین راه تنابی آغاز یافت. در صورت پورا بنیاد شدن راه تنابی، ساکنان و سیاحان در کابینه های آن رود سیحون و قلعه قدیمی مرکز ولایت سوغد را از بلندی می توانند تماشا کنند. یک گزارش ما در همین مورد قصه می کند که طور گفتم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در برنامه خبری تقدیم شما می شود. خب بینندگان عزیز، ما همچنین خبرهای دیگر هم داریم که حالا همکاران ما تفصیلات این خبرها رو جستجو دارند تا اینکه در برنامه خبری پیشنهادی شما کنیم. و طور هم گفتم یکی از مشکلاتی که امروز بیشتری دارندگان سیمکارت های تیسل رو در تاجیکستان نگران کرده است این نبودن علاقه است و
ҳамчунин бархе аз шумо барои мо навиштед ки барномаи чӣ гап ҳам фаъол нест ва бояд бигӯям ки эҳтимолан ин ҳам ба ҳамин набудани алоқа дар тоҷикистон аз сӯи ин ширкат рабт дорад. ва зимнан тавре ҳам ёдрас шуда буда ширкати тисел дар Бадахшон ки аксари сокинон аз ин ширкат истифода мекунанд дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тӯли қариб 3 ҳафта мешавад ки тамоман дастнорас аст ва мардум ҳам мегӯянд ки ба ҳеҷ куҷо занг зада наметавонанд ва аз интернет истифода карда наметавонанд. хуб мо мавзӯъҳои муҳими рӯзро пайгирӣ дорем ва албатта агар шумо низ шоҳиди кадом як ҳодиса шудед ва ё навори дореду аксе дореду мехоҳед ки ба дигарон ҳам онро нишон бидед, пас ба вебсайти радиои озодӣ тамос бигиред, ба дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мо дар он ҷо саҳифа дорем барои мо бинависед. рақамро метавонед аз www.ozodi.org пайдо кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва мо ба дасти соя дигар шуморо мунтазир мешавем.